Selam dostlar aziz, merhaba arkadaşlar, dostlar, kardeşler, ablalar ve abiler. Dostlar aziz, در این ویدیو میخواهم معلومات درباره باز kimlik diyem ki بسیاری از شما با وجود اون که در ویدیو گذشته گفتم ولی باز سوال میدید که kimlik کرده شدن یا نه. دوستان عزیز، از سال 2021 در شهر استانبول در محله فاتح و اسنیورد، یعنی محله میگویند ولی اون به مانند ناحیه است، باز در خود محله خردی دیگر دارد. و من همین فاتح و اسنیورد رو در اونجا دادن اتورما ازنی و kimlik رو من کردم و در سال 2022 باشد زیاده از 6 محله استانبول رو اتورما ازنی دادن رو پاس کردند و در سال 2023 باشد باز قانون برآمد که تا 10 و زیاده از 10 محله استانبول، یعنی زیاده از 10 رایون استانبول دادن kimlik رو منع کردند. دوستان عزیز، باز یک ایده هست گویا که قانون برآمده باشد و زیاده از 39 رایون استانبول همون شعبه های دادن اتورما ازنی و kimlik یعنی در خود رو با روی مهاجران بسته باشد. دوستان عزیز، این ادعا تا چه درجه درست بودنش حالا انیق نیست، ولی انیقش همین است که زیاده از 10 محله استانبول دادن kimlik رو منع کرده است. دوستان عزیز، این زمان ریت‌های سخت در محله های فاتح رفته شده است. اکثریتش باشد در کوچه های کومکاپی، یعنی کپی و اکثرای کسانی که در ترکیه هستید و در اینجا زندگی میکنید لطفا احتیاط شوید که از دروازه های مترو تا درون بازار پلیس ها گشتن ریت‌های سخت رفته شده است. با اتوبوس های خودشون آمدن و مهاجرانی که مشکلی دارن با حجت آنها رو بازداشت میکنن، با بازداشتگاه میبرن و بعد اخراج میکنن. دوستان عزیز، در این ویدیو غیر از این معلومات باز میخواستم که فکر شما رو فهمم. دوستان عزیز، در کامنتاری ها و غیر از کامنتاری باشد در واتساپ هم با من مراجعت ها بسیار میشوند در مسئله کار. دوستان عزیز، بعضا حالت های میشود که کار پیدا میشود ولی شخصی که با من مراجعت کرده است زبان رو نمیداند، یعنی برای که کار کنه زبان حتمی است، حداقل باید گپ زده تونید، گپ‌های روزمره رو حداقل دانید. از این خاطر دوستان عزیز، همه این مشکلات، همه این مسئله رو به نظر گرفتم و نیتی دارم که کورس آموزشی زبان ترکی تشکیل دهم. دوستان عزیز، در اینجا میخوام فکر شما رو فهمم که چقدر آدم، چند نفر طرفدار است، چند کس خواهشمند است و چقدرش مخالف است، یعنی با فکر من راضی نیست. دوستان عزیز، لطفاً اگر که توانید فکرهایتان رو در کامنتاری بیان نمایید، حتی حداقل هیچ نشود فکرتان را توسط پلوس و مینوس میتوانید در کامنتاری نویسید. دوستان عزیز، برای توجهتان تشکر. با شما روزهای خوب در پناه الله باشید. باز در ویدیو آینده خدا خواهد میبینید.